بریم داخل رو ببینیم. وقتی که میایم داخل، اولین چیزی که باید ببینیم در سر راست اینجا مقبره حسام الدین چلبیه. حسام الدین چلبی کسیه که ما مثنوی و مدیون ایشونیم. ایشون پیشنهاد نوشتن مثنوی رو به مولانا داد و جانشین شمس تبریز برای مولانا هم حسام الدین چلبی بود. حالا بریم جلوتر برسیم به مزار خود مولانا. جلوتر که بیایم اینجا مزار خود مولاناه. در کنار مزار مولانا این مزار پدر مولاناست، بهاولد، و پایینیش مزار صلاح الدین زرکوبه، جانشین شمس برای مولانا. یعنی وقتی شمس میره اول صلاح الدین زرکوب جانشینش میشه، بعدم که حسام الدین چلبی. اینجا هم دیگه مقبره های رئیس رؤسای فرقه مولوی است. این هم که مولانای بزرگ موقع مرگش خطاب به حسام الدین میگه رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که حسب سوی ما کن. دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد، پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن. خب اگه بیایم این ورتر، یه قسمتی داره این ور، یه موزه خیلی باحالیه که 2 تا اثر خیلی مهم داره. قدیمی ترین نسخه مثنوی دنیا که این نسخه است، قدیمی ترین نسخه مثنویه که جالبه که میگه بشنو این نی چون شکایت میکنن، یعنی بشنو از نیست، بشنو این نی چون حکایت میکند. و قدیمی ترین نسخه دیوان کبیر، دیوان شمس مولانا، تقریبا یکیش مال 70 سال، یکیش مال 90 سال بعد از مولاناست. خیلی ارزشمندن دیگه این دوتا. و یه چیز دیگه که اونوره اونم خیلی جالبه، لباس مولانا. حالا واقعا هم اگه لباس مولانا نباشه، جالبیش اینه که به ما نشون میده که مولانا زمان خودش چه شکلی لباس میپوشیدن و حالا چی میپوشیدن. این دوتاست. جبه مولانا، این دوتا. این هم یه نمای کلی و تمام.